بعد بیش از 2 ماه بازداشت سابق رئیس شهر کنیبادام، دادگاه همین شهر او را به 12 سال روانه زندان کرده است. حکم عبدالسلام تختسونزاده از جانب دادرس 30 اپریل صادر شده است. مسئولان دادگاه به سبب هنوز قوه قانونی نگرفتن حکم از دادن همه گونه معلومات در این باره خودداری میکنند. ولی این خبر را چندین منبع‌های باوربخش رادیو آزادی تصدیق کردند. با گفته همصحبتان ما، تختسونزاده از روی 2 ماده کودکس جنایتی عیبدار دانسته شده است. جرم اولی او قلابی گفته می شود که در حالت مخصوصاً خوفناک و به مقدار مخصوصاً کلان صادر شده است. جنایت دیگرش گرفتن پاره به مقدار کلان بوده است. همچنین منبع ذکر میکند که این جنایت طریق گروهی متشکل صورت گرفته است. ولی درباره شخصیت دیگر عیبدار شده ها معلومات کافی در دست نیست. نظری وکیل مدافع یا پیوندانش در این باره نامعلوم است. پیشتر همسر عبدالسلام تختسونزاده همه گونه صحبت را در این باره با روزنامه‌نگاران قبول نکرده بود. عبدالسلام تختسونزاده که در ماه ینور با دلیل به کار دیگر گذشتن از منصب رئیس شهر کنیبادام برکنار شده بود، آخر ماه فوریه بازداشت گردید. وی در این مقام تقریباً 3 سال کار کرد. طبق اطلاع یافته رادیو آزادی، عبدالسلام تختسونزاده در ازبکستان دستگیر و سپس به تاجیکستان آورده شده است. یک منبع آگاه با شرط فاش نشدن نامش گفت او را فعلا در بازداشتگاه موقتی در شهر خوجند نگاه می‌دارند. همچنین به اطلاع منابع رادیو آزادی، سهراب عمرزاده معاون پیشین سردار شعبه کارهای داخلی و عثمان حیدر مدیر سابق اموال حکومت کنیبادام نیز دستگیر شدند. رئیس پیشین اداره اموال به قلابی متهم است. عیبنامه کارمند کارهای داخلی فعلا دقیق نیست. درباره بازداشت چند مسئول دیگر دولتی در کنیبادام به دست رادیو آزادی گزارش رسیده است، ولی تصدیق یا رد آنها تا حال امکان پذیر نشد. منابع رادیو آزادی گفتند بازداشت این افراد بعد به کنیبادام رسیدن یک کمیسیون ویژه برای تحقیق کشتارهای پیهم در آخر سال گذشته مطرح شده است. اعضای کمیسیون ساختمان چند خانه را در زمین‌های آبی پیدا کرده این را به دوشنبه گزارش دادند. از آنجا دستور شده است که کار مقامات کنیبادام پررس سنجیده شود، چون آنها حادثه‌های کشتار را جدی تحقیق نکردند، افزود یکی از منبع‌ها. بعد از کشتارهای پی در پی در سال 2024 شهر کنیبادام در سرخط رسانه‌ها قرار گرفت. تنها در ماه دکبر در آنجا 10 کس از جمله 4 نابالغ از 3 عائله کشته شدند. از سالهای گذشته تا این دم تعداد عمومی کشته شده ها زیاده از 20 کس حساب شده است. دادستانی کل روز 21 دکبر سال گذشته گفت که 4 نفر را با اتهام دست داشتن در کشتارهای پیهم در کنیبادام دستگیر کرد. بعد این دیگر هیچ معلومات رسمی درباره حادثه ها و گمانبران نشر و پهن نشد. نامه‌های رادیو آزادی نیز به این نهادها تا حال بی جواب ماندند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.